اون موقع با مترو میرفتم سر کار، سوار مترو شدم و یه آقای اومد چسبید به ما، خیلی شلوغ بود. بعد بهش گفتم داداش یه ذره میشه بری عقب؟ گفتش والا جا نیست. گفتم خب حداقل چیز کن، برگرد پشت به پشت من وایسا. گفت والا راه نیست. گفتم بینا حداقل کمرمو ول کن، دیگه جا نیست راه، کمرمو چرا گرفتی؟ با ببخشید. بعد داشتم میرفتم سمت کرج، من قطارهای سری و سر کرج اونایی که سوار شدن میدونن دیگه، یک وضعیت آخر و زمانیه. رفتیم سوار شدیم، شلوغ این دوباره اومد پشت ما وایساد. گفتم ولش کن مشکلی نداره. نزدیک ایستگاه گرم دره بودیم، این اسم منو که نمیدونست. دستاش هم لای جمعیت گیر بود، نمیتونست بزنه روشون، اینجوری که داداش دروازه دولت اینجاست؟ داداش دروازه دولت اینجاست؟ گفتم والا دروازه‌ش همینجاست ولی دولتی نیست، ملک شخصیه.